اومدم اینجا مسابقه بدم، بعد این اردک ها رو با اون چوبه بگیرم، بعد اگر 4 تا دونه اردک بگیرم بهم اینو میده، این خرس بامزه. اگر یه دونه بگیرم اون کوچولو ها رو بهم میده، اگر 2 تا بگیرم اونها رو بهم میده، اون خرگوشا. الان با من همراه باشید، اول که منو میبینید چجوری دارم اینا رو میگیرم، ببینیم کدومی که از اینا رو میتونم ببرم، اصلا چیزی میتونم ببرم یا هیچی. بعد هزینه‌ش هم 20 رینگته، میشه حدوداً 260,000 تومان فکر میکنم اگر اشتباه نکنم پول ایران. بزنید بریم ببینیم چی. بچه‌ها کلامو برداشتم که تمرکزم بیشتر برام دعا کن. Frita, primo, giro, non blind. 1 small, 2 medium, 3 3 this one, 3 in 1. 3 this one, this one no more. No more, 3 this one, زیر اردک‌ها نوشته. giro, no blind. بچه زیر اردک‌ها مثلا عدده رو نوشته، اگه اردکی بگیرم که زیرش نوشته باشه 3 اینو میگیرم، مثلا اردکی زیرش هیچی باشه هیچی نمیگیرم. حالا خدا نکنه مثل ایرانی‌ها باشن یا زیرش هوای زردن. Slowly, slowly. Giro, هیچی فکر کنم همه زرد. slowly, slowly. One. One. Okay, finish. 10 توتون. 10 token frita. 3. تو الان چطور؟ بچه الان چی شد؟ من نفهمیدم. Give me 2. این مسخره بازی. بچه 2 تا از اینا بهم داد. فکر کنم همش زیرش رو زرد و 1 نوشته بود. من نمی‌دونستم این چجوریه که. یا گولمون زدن. 20 رینگ 260 تومن برای این 2 تا. مسخره شد. تا حالا بریم قسمت بعد بهتون نشون بدم، فعلا که من ناراحتم. فعلا خداحافظ.